دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 13 مارت 2026 قرار داریم در دهه چهارباغ ناحیه ورزوب. حاضر من درختی چهارمغز پیکان میشنونم و شما نشون میدم که چه خیلی میشنونیم. برای چهارمغز پیکان شنودن ما یک چقری 40 به 40 کندیم. پروی سیاه آوردیم. پرو را در دست گیر. پرو آوردیم. من ببینید. و در قسم پایانی یک نیم سطل پرو میریزیم. پروی ما نهایت پوسیده بس. نهایت پوسیدگی است و یک قسمش رو بالای خاک پوشیدیم. خاکی که ما گرفته بودیم از بالای زمین. و این درخت نهال چهارمغز پیکان است. پیکان یک از چهارمغزهای قیمت‌ترین دنیا می باشد و ما حاضر میشنونیم و کلیانکا رو میبریم با کرچه. پیکان ما داریم نهالش 150 سومونی، نرخش رو 120 سومونی کردیم. آن خیلی جدا میکنیم و گرفته با کلیانکا در روی چقری میمونیم در اولو. بعد خاک رو میپوشیم. کلیانکا را گرفتیم. اکنون خاک رو میپوشیم. خاک رو میپوشیم که قپد خاکی که پارو داشت اما رو ما با پارو خاک رو آمیخته میکنیم و در بیخ چهارمغز میریزیم. ریزید در دست نهال چهارمغز ریختیم. نهال چهارمغز پیکان این وطنش امریکا هست. جنگل های امریکا بود و این نهال چهارمغز پیکان یک از چهارمغزهای قیمت‌ترین در بازار است. در قبادیان باغ این نهال هست، لیکن این نهال قبادیانی بودگی صفتش خوب نیست. چهارمغزش میده است. نرخش 1 کیلوش 80 سومونی، لیکن این چهارمغزی که من میشنونم نرخش 1 کیلوش 120 سومونی. نهالش هست در فروش دهه چهارباغ. انا خیلی شنوندیم. انا این یک تا میده چه دیگه دیدید که انا این از پیوند پایان برآمدگی ما میبریم. ببینید از پیوند پایان برآمدگی رو ما میبریم. از بالایش بر. از بالایش پایان کو. انا خیلی. انا ما این رو بریده میپرتویم چون که از پیوند پایان. اکنون کمتر با پایت سوم کن. کمتر. با پایه هایش سوم میکند. باز خاک پرتو. باز خاک پرتو. پرو داری پرو رو ریز. پرو باشد پرو رو ریز. گیلش رو نیست پوگیلش رو کلانتر میکنیم. و از همه مهمش آدم هایی که از من پیکان خریدن همون ها رو من آگاه کردن هستم که یک جای مهمی دارد. از جای مهمش رو نشان میتیم. ما باید پیوند رو کشویم. این رو من بعد دیدم. باز نشان میتیم. این پیوند جای پیوندش است. کاغذش است. ما کلیانکای پیوندش رو میکشویم و میبینیم که جای پیوند باز با یک خموت دیگر بسته شده است. انا نشان تکنی خموت رو. انا خموت رو نیست بریدن در کار، چون که این همین سال خموت میبرد این رو نیست. نشان ته خموت ها. انا خموت این پیوند با استفاده از خموت کرده شده است. حتما این خموت رو شما باید که کشوده پرتوید. اگر نکشوید چهارمغز شما رو چقدر میکشد. انم درون عزیز ما باز کمی خاک میپرتویم و دیگه چخیل شنوندیم. این طرف رو نیست حاضر پوبل میکنیم. بعد آب قطرگی میپرتویم. انا این آب قطرگی است. این آب قطرگی است. در بیخش ما میپرتویم و اینجا یک چشمک آب قطرگی میزنیم در بیخش. با آب قطرگی آب میتیم. همداران عزیز من از این چهارمغز بسیار میشنونم. ولی گرگردی باغم برای فروش ما داریم. چهارمغز پیکان 120 سومونی کردیم نرخش رو. دهه چهارباغ ورزوب. مرحمت مراجعت کنید. از ما درختی نهال چهارمغز پیکانی خارجی رو درخواست کنید. یادداشت میکنم که این خیلی نهال نیست در تاجیکستان. پیوندی خوش صفت و شما میتوانید
با ما مراجعه کرده خریداری کنید با تلفن 988 30 59 99 واتساپش 988 30 59 99 مرحمت همدیوران عزیز مراجعت کنید ما در خدمت شما. اینجا ما آب میریزیم حاضر 2 سطل آب میریزیم نوای آب رو نریز خریز کمی از آن آب داریم آب میریزیم قسم بولوگش رو ریز قسم بولاش رو من آب میریزیم این خیل شد این آب 3 لیتر داشت برای هوای نریختیم کمترک تر کردیم خودی زمین تر است لویولود است در پناه خدا باشد به کدام معقول باشد یک لایک موند این علاقه چورماز برکرده است است ببینید بیاید شما خریداری کنید از ما 988 30 59 99